سلام و عرض چخ مخلصم، خیلی مخلصم. آقا بنده سیولیتر هستم، کوچیک همتون علی. امروز اومدیم بعد از مدت ها اولین ویدیو رو بگیریم و چنل یوتیوبمون استارتش رو بزنیم. به لطف پروردگار رو با حمایت شما انشالله پیش میریم جلو، ببینیم که چی پیش میاد. آقا دوستان، ترکیب ما اوایل که میزدیم 7-8 ماه پیش هوگ بود. دوستان گرامی، هوگ میزدم، دوشیش میزدم، زلزله میزدم، همه چی میزدیم هوگ دیگه. عشقمون هوگ، هنوزم هوگه. ولی دیگه آقا جواب نیست. دیدیم جواب نیست و اومدیم ایکسپو زدیم، ورژن کالکتور، والکری ابو و ماسکیتر. توکل بر خدا بریم سریع اولین مچ رو بزنیم به امید پیروزی در این مچ و مچ‌های بعدی. ببینیم که چی پیش میاد. آقا تاپ 100 نیست که برادر من، 2100 حریف بده بریم. خب بچه‌ها، جلو ترکیبای سنگین اگه کالکتور رو اول بکاریم احتمال به گاه رفتنمون خیلیه. به خاطر همین صبر میکنیم طرف یه دونه حمله کنه، دفاعش کنیم، بعد کالکتورمون رو بکاریم. ولی ما کالکتورمون رو میکاریم. بله، امپرس میندازه، امپرس میزنه. نزن دیگه، کالکتور رو چرا باید بزنه آخه؟ به قول یکی از بچه ها، حالا نمیخوام فوش بدم چی بله یه اسمی برای این گذاشته حاجی، پشما خودم ریخته. خب باید هم چیز جمع میکنیم سریع، والکری و الکترو اسپیدی برای ریست کردنش. همونجا بربراش بیام بیرون. الان میتونیم ایکس رو بریم خب، ولی جلوی این ترکیب فکر کنم دفاعش قوی باشه. کالکتور رو بعدی رو میکنم. خب بله، گلدن نایت جمع میکنه. واقعا کارت خفنیه گلدن نایت. خب به نظر من یکم از بالا بندازیم دوستان، شما موافقی؟ نه به تابل نچسبه آجی. خب ما میریم ایکسپو رو میریم. اگه اون بمیره نایت فیچ خوب میشه. نایت فیچ رو بزنیم. نایت فیچ میگم آجی، منو ببین. آها عجب مچی شده. بنازم اسکلت های با وجود بی وجود. سریع لاک بزن اون ور دیگه. دهن سرویس، تو چرا داری اینجوری میکنی؟ لاک هم که زدیم اون ور. یه لاک بزن اون جنده بمیره. خوب باز انداخت. حاجی این چه مچی شدین؟ چرا اینجوری شد؟ بابا بمیرین دیگه. آقا من بعدی رم انداختم به تخمم. هرچی شد دیگه به خدا. جان جد اون رو ببین حاجی. عروضو بزن بره دیگه. دهن سیویچ گاییدی ما رو. اسکلتا هنوز دارم میزنن پشما. این ورو ایکسپو رو تاوره. این چیه؟ این چی بود؟ این چه سمی بود؟ مچه اول واجی. این مچه بعدی. اسکلت برو سایکل کردم انقدر که رو زمین مونده بود آجی. پشمام میره. خب امیدوارم که هوگ نباشی، چون هوگ واقعا اذیت میکنه، مخصوصا هوگ زلزله. ماینر گالم اکسی، پشتشو پر میکنه الان تا خرخره. فکر
کنم با والکیری باید جمعش. واو این چه ورژنیه دیگه. خدایا رحم کن خدایا. لایت هم داره داشته باشم. من همینجا باید سریع کارتا رو بریزم. والکیری بعدی سایکل شد. این والکیری سایکل نشه این ترکیب ما رو اذیت میکنه. خب خوبه. والکیری اوام دستمونه. کالکتور میکاریم 100%. با اسکلت جمع میکنه. فایر اسپید پیش بینیش باید میرفتم که اینم زرنگ بود. گفت الان پیش بینی میزنه از اونجا انداخت. یارو پلیر معلومه. خب ایکسپو سمت چپ نمیرم دوستان، چون برم احتمال اینکه تاورمو بگیره خیلیه. چون تاور بدم به این دیگه من نمیتونم از این تاور بگیرم. یه دونه داداشم احتمال لایت هست. نه لایت داره نمیدونم نداره داره احتمالش هست. از اینا هیچی بعید نیست. خب بهترین زمان واسه ایکسپو نزنه. چقدر بافه. 100 ثانیه میگیره رو ایکسپو و میزنه. اگه گالم اکسیری بیاد که خوب میشه. جلاد اکسیر خیلی جلویم ازش. با 2 تا اسپریت جمع میکنم این جلادو. با 2 تا اسپریت جمع میکنم. یکشو میندازیم اینجا. یکشم میندازیم اینجا. یه اسکلت هم میندازیم اینجا. بله ایکسپو بدی بود به نظر من، چون جلوش آرام پر میکنه. ما از ته میریم. ایکسپو رو ول میکنه. یه والکیری اول. یه دونه این. خب این اسکلت ها بچسبن خوب. زپ هم داری ریج هم داری. دهنت سرویس. خب مرسی که مانک انتظار همه چی رو داشتم اجی جز مانک. خدا شاهده. نه که مانک بازم دستته. چجوری مانک دستش اومد؟ والکیری فقط والکیری باید سایکل کنم. فقط باید کارم همین باشه. یکم بگیر تاور دیگه. بهترین تا هم برای ایکسپو این بره. سریع بچه سایکل هم ضعیف شده. خب مرسی ایکسپو اومد. مرسی عالی. یه فایر اسپریت بالا میزنه جلاد. خب والکیری میندازی. بچه ها ول کرد بازیو. اصلا توجه نمی کنم به این که ول کردی یا نه. بله جی داداش گلم. جی داداش گلم. بچه دومم به عشق خودتون. بچه ها لایک و ساب یادتون نره دیگه. دمتون گرم. بریم مچ بعدی. خب تا اینجا که همه چی رو به روال بوده. خدا رو شکر. حیف نمیده. بله خب بریم مچ سومم بزنیم. حریفمون کاپش از ما بالاتره. به امید پیروزی در این مچ. یه الکترو اسپریت ناز. کالکتور میکاریم. احتمال زیاد پویزن داشته باشه با ماینر. سرباز ولی عجب مینیونایی انداخته هم سرویس. جدی دارم میگم چه مینیونایی انداخته. حاجی تاورم رفت. پشمان حاجی. چرا رفتی جلوش؟
اسپل نداشته باشی برای اینا. اوه خدا گرفتیم تاورشو. وای حاجی بچسب. وای چی میشد بچسبیم تاور. اکسیر کم داره بچه ها. بهترین تایم برای این که بریم تاور بعدیش هم بگیریم که مینیون ها کار در میارن. مینیون چرا باید از رو پول بزنه؟ چرا باید اینقدر باف بشه؟ بزنیم شهر بانورم بزن. خب باید کالکتور میکاشتم به نظر خودم. ماست یکم زیاده روی بود. بله کالکتور رو میکاریم. احتمالا سرباز بیاد. نو اسکیل دیگه. بزن و یکم دمیج بده. خب بله بله زد چیه؟ خب خوبه. اصلا الان اینم باز چیز میکنه دیگه. راکت میزنه دیگه. یه راکت لایت میزنه دیگه. بیا تو دیگه. برسرکر چی میگه تیکه یزید؟ این چه ترکیبیه تو داری؟ اکسیرم کمم نمیاره آخه یزید. نچسب اینو جدت نچسب. یه ایکس بو وای الان میچسبه. دهنت سیویس با یه لایت جمع کردیم ما رو دیگه. چه تایمینگی هم انداخت بابا. چه تایمینگی هم انداخت. چیزی نمیشه. الان یه لایت میزنه سه میده. تمام. حیف شد بچه ها. نمیدونم چی جوری منو گرفت اول بازی. پشمام میریخت. مینیون که باف شده خیلی بد شده. بریم بچه بعدی. بالاخره همیشه که نباید برد. بله خوبه. حالا از این بر گوبلین گنگ سب میکنیم یکی از گوبلینا بچسبه. بله احتمال زیاد اسپل داشته باشه. خب مرتار باشه که واکیری از اینجا میرم بعد ماسک هم میندازم. مرتار نیست. چه واکیری بود. متاسفانه دمیج بدی میخوریم اینجا. ولی اینو باید دفع کنم. اکسیر کم داره تو مزیقه است. گوبلین گنگ میاد. عجب پیشبینی میشد اگه گوبلین گنگ رو مینداخت روش. متاسفانه ننداخت. اسکلت رو زیبا کارو در آورد.
بچه به نظر من اکسیر نداره ها. اکسیر یه دو چیزو داره. بذار من اینو برم. خب بله بهترین کار کرد. اکسیر نداشت، جدی نداشت. خب برای برلش هم الان لاگ دستمه، نگران نیستم. احتمال اینکه گوبلین گنگ بیاد الان هست. خب از اینجا میندازیم. بچسبم دفاع نمیتونه بگیره. توکل بر خدا بریم این چی میشه. یه فایر از بک انداخت. مرسی. دفاع تمیز، دفاع تمیز، دفاع تمیز، خدا وکیلی تمیز. احتمال گوبلین گنگ یا مگانایت هست. راش آخرشو میخواد بده. بازم از بک انداخته. همونجا نیروها رو بالا نگه میداری و چی داشته بودم. خب بریم مچ بعدی دوستان. پر قدرت با انرژی. خب از کلان وایتی فورکان. اوکی نباشه فقط لطفا. خب ببینم چی میندازه. اینجا باید لیک بدم یه ذره. چیزی نیومد جلوش. خوبه. آرجی یه شات من دیگه نمیزنه. خوبم نیست. دمیج خوردیم. آرجی با چیز فکر کنم لایت هم داره. این لایتشو بزنه الان من رفتم. بذار ببینم چجوری دف میکنه. اکس خرج میکنه برای این. مانک هم داره. خب مانکش هم رفته. بهترین تایم برای اتاک ماست. آرجی که الان دستشه. یه لاگ فنی. مرسی. این وقت گارد میاد. نمیتونم کاری بکنم. خب لاگشو زد. آیسش هم زد. بهترین تایم برای چیزه ها. الکتروه. ای بوی چیزه. الکترو میگم. چه هیچی نداره برای اینا. دهنت سرویس. چرا اونور کاشتم من؟ برام سواله بچه. آرجی احتمال زیاد از بک بره. نه بابا بکی چی؟ داشو بولم. بچه این اسپل نداره. اسپل سنگی نزن آرجی. خیلی بافه آرجی. نزن جان جدت دیگه نزن. چرا خدا سطح حریفای ما رو ببین. فقط زدن میگه. مچاپو خیلی داره. یکم نه خیلی. ماسکی من الان به چه دردی میخوردن وقتی اینجا. چیزیه دیگه. حیف شد. خیلی حیف شد. هم مانک داشت هم
رویال جاینت متاسفانه نشد. به این مچ بعدی 2200 انشالله تو این ویدیو میزنم. 2 تا بتل میخوام، 2 تا بتل رو باید وین کنم. بریم که بزنیم تمام شه. شف ترکیب سنگینه، جلو ترکیب سنگین اصلا نباید کالکتور اول بریم. احتمال به چخ رفتن من خیلیه. به نظر من یارو از اوناست که حمله نمیکنه، فکر کنم. حد زدم. بله از بک پلی داد، ولی اینم خطرناکه. گوبلین جاینت میاد جلوش 100%. اینجا یه پیش بینی میزنم. خب خوبه خیلی خوبه. پیکار رفت. چه به نظرتون برم تو دفاع یا نه؟ میرم تو دفاع. اینو جمع کنم. اینو باید 2 تا کالکتور بندازم. ریسک نمی کنم بچه‌ها، چون گوبلین جاینت بندازم اونور سخت میشه دف کرد. آره همینو میگفتم. بله پکا رو ببین. پکا نمیره که اونور. هیچ. کالکتورمونم بکاره. من نمیدونم کالکتور چرا باید اینجا بکارم. برادر من آخه تو کرم داری کالکتور اونجا میکاری. یارو میدونی میخوای نیروهاشو بکشی وسط ها. اکسپو میریم دفاع، مجبوریم باید دفاعی پلی بدیم جلوی این ترکیب، چون نمیشه واقعا جمع کرد. یه پکا میندازه یارو. خب به نظر من نباید کالکتور بکاریم، نباید بکاریم. گوبلین جاینتش هم اگو خطرناکه. یه پیش بینی مینیون از بالا. خب خوبه. تایم کالکتور الان بزنون نمیره دیگه. چقدر تو بافی پکا. این دفعه بچه ها پکای بدی اومد طرف و فرصت رو به هم داد که یه کالکتور دیگه بکارم. بله اکسپو دفاع، فعلا دفاع. اول بالک. خب کالکتور بعدی، دمیج بعدی خوردیم اونور. میپره. ماسک از بک سایکل میکنیم اونور. ماسک میزنه. خوبه. افتشش پات مشتی زد. بعد انداختم اسکلتا رو. خب نوبت حمله ماست. خب و این ور احتمال مینیون هست. سریع فایر اسپریت. ایکسو بعدی این ور. مرسی. اینو میکشیم که بکشه این ور و به چسب رو تاور که نچسبید. مرسی مرسی مرسی. ایکسپو بعدی سمت راست. این ور ماسک پکا میاد. این ور اسکلت. این ور احتمال مینیون هست. خب یه لاگ میزنیم و جی. کالکتور نمیکاشتم نمیتونستم بگیرم. مجبورم دفاعی پلی بدم جلوش. بچه کالکتور نکارین نمیتونیم بزنین. اینا رو نمیشه زد. خیلی اکسیر دارن، مخصوصا که 2 برابر شد دیگه اصلا غیر ممکن.
ضرب در 2 شد دیگه نه. خب اسپارکی به نظر من اسپارکی با فکر کنم شهر بونو هم داره. بله لاوا با چه عرض کنم آخه لاوا با تابر چیز آورده، دیر آورده. بذار ببینیم چی کار میکنه. من ماسکو میرم. شهربانو رو انداخت. اکسیر لایتش الان دستش که نداره. و جی به همین آسونی مچو وین کنیم بچه ها با یه لاوا. به نظر من بذار 3 کنه یه بتل دیگه بزن. به نظر من منطق اینو میگه. گود سریع بابا دیگه سریع بزن لاشی. این چه کاری بابا؟ اصلا میره اعتماد نمی کنه. من خودم دوست ندارم بچه ها تو مچ تسلیم شم، ولی اینو نمیشه کاریش کرد. جدی نمیشه کاریش کرد. تاورم هم که رفت. این تاورم بگیرم دیگه زبدلی هم که اصلا نمیشه گرفت. گاردم داره. دم سریس فکر کنم وارکیری هم داره. حالا نگاه میکنم ببینم داره یا نه. یه نگاهی میندازم حتما. خب 32 تا منفی داد. بنازم همیشه کاپایی که پایین میده بچه ها زدتونه. این به من ثابت شده. کاپایی که پایین میده من مثلا 2190 بودم 2160 داد. ترکیبش زد منه. خب ببینید اینم 30 تا از من پایینه. بچه ما زد بینیم فکر کنم اگه چیز باشه. احتمال پرنسس هست. بولر بچه ها چیز خوبی نیست این ترکیب. اصلا چیز خوبی نیست. بگی رو بولر جاینت ماینت هم نزد جلوش. خوبه ترکیب یا حضرت فیل. نشد که بشه آجی. اکسیر باید خرج کنه برامون. اکسیر پایین الان. یکی هم بزن. مرسی دمت گرم. یه کالکتور از بک میریم از این سم. احتمال برل بیاد تو کالکتور خیلیه. حواسمون هست لاگ باید بزنیم روش. یه دونه از اون چیزا رو میتونم بکشم اینور تاور فعال شه. مرسی حرکت. به این میگن حرکت. یه ماسک از این ور. تانکمونو داریم از اون ورم حمله کنه مشکلی نیست. یه دونه حرکتی میخوام خفم بزنم که متاسفانه نتونستم بزنم. کالکتور بعدی هم میکاریم. خوبه اسکلت ایوامونو اونجا رو هدر دادیم. خب بهترین که کاری که میشد بکنیم همین. کالکتور بعدی رو سریع باید بکاریم. بله بولر داره. بولر رو نگه داشته برای ایکس بوم. کلی هم داریم. 2 تا تانک داره. خب خوبه. احتمال فایر کرکر لب پول هست. والکری رو میندازم. خوبه بچه سریع سایکل میکنم اسکلت برسه دستم. حالا لاگو میزنم نمیذارم این بین چه بد شد آجی.
چقدر بد شد این، چرا اونجوری پرید؟ نباید میپرید فایر. خب سریع چه اونور رو باید دف کنه. خب یه لاک پیش بینی میزنم برای اسکلتاش. خب احتمال اینکه بیاد هست پینس. خب خوبه، همونجا جمع میکنیم از پرینس. حالا اونور گرفته، اونور رو باید دف کنه. اینور اشتباه کرد برای انداخت، یا لاگ پیش بینی برای اسکلتاش. خب احتمال بولر هست. بله فایر اسپریت با کارت بعدیه 100% میندازیم. خوب داره پلی میده، جمع کرده، کارو جمع کرده تا الان. خب بولر از بک بره کارش تمومه. سری سایکل. چرا باید اینو بزنی تو؟ وای کراکر چه دمیجی داد. ولی میلیون روش خیلیه. چه سری بوله بگیریم. تصفیه نشد. برو سری سایکل میکنیم. پس سایکل که میگن یعنی والکری بعد یک بازین ور. حواسشو میخوام پرت کنم. فکر نکنم بتونم حواسشو پرت کنم. احتمال مینیون هست. پیش بینی مینیون. سری میندازیم. چه بریلی انداخت کثافت. تو رو جان جهت بگیر رو تابه. مرسی حاجی، پشمام. بعد تمام عجیب بنازم حاجی، خیلی ضد من بودم. بچه امیدوارم لذت برده باشین. آقا کوچیک همه تونیم، ما نوبی بیش نیستیم. بچه ها لطفا کانالو حتما لایک و سابسکرایب کنین. مخلص همتون. ما نیاز داریم به این لایک ها و حمایت های کوچولوتون. خیلی دمتون گرم. امیدوارم لذت برده باشین. آقا تا ویدیوی بعدی، یا علی.